هر شهر قصه ای دارد. بوشهر اما قصه‌اش شبیه هیچ کجای ایران نیست. شهری که از لحظه ورود تا آخرین لحظه بودن در آن آغوش گرمی برای تو دارد. گرما و مهمان نوازی در خون مردمش دمیده شده. ما به بوشهر سفر کردیم، همزمان با فستیوال کوچه. شهر رنگ تازه‌ای به خود گرفته بود. مردم بوشهر انگار فرش قرمزی برای میهمانان پهن کرده بودند. موسیقی و سازها به صدا در آمدند. کوچه هایی که به دریا می رسیدند زیباتر شده بودند. مردم از همه جای ایران به بهانه فرهنگ و هنر کنار هم بودند. صبحها میهمانی شعر و ادبیات بود و شبها موسیقی و ساز و آواز شهر را فرا می گرفت. به قول احسان عبدی‌پور، یک روز با کنش بهتر از یک روز بدون کنش است. فستیوال مال مردم بود، مال مردم هست و مال مردم خواهد ماند. اینجا رادیو مقصد و این قسمت ویژه بوشهر که همزمان شده با فستیوال کوچه. خیلی به نظرم مناسبت داره الان در کنار شما بودن آقای عبدی‌پور و این گفتگو که برای من خیلی با ارزشه. وسط همه اتفاقهایی که داره میفته و خیلی شلوغ شهر اصلا توی وضعیت عجیب و غریبی قرار گرفته، بتونیم با هم دیگه گپ کوتاهی بزنیم. ورودی گفتگومون رو حالا میخوام با کوچه اختصاصا شروع کنم، بعد بریم در مورد بوشهر صحبت کنیم. یادمه که ما با هم دیگه یک مسئله شخصی داشتیم در اتاق فکر یک برنامه‌ای که مشورت من میگرفتم از شما. یه مثالی بزدین، یادم مونده اون مثاله که گفتین انگشت من یه بار رفت لای در و با خودم فکر کردم که چند بار دیگه در زندگی قراره این انگشت و این درد رو تجربه کنم. اون دقیقاً مثل اثر پروانه‌ای نتیجه شد برنامه پیشگو که من و رضا بهاروند با هم دیگه ساختیم اون برنامه رو و یه اتفاقهایی توی اون برنامه افتاد که آدم‌ها در مورد آینده و مواجه شدن با اتفاقایی که یه جورای کلایمکس ممکن زندگیشون بشه مواجه می‌شدن. فستیوال کوچه از کجا و چه شکلی متولد شد؟ اون لحظهش کی بود؟ فکر کنم تو کافه خانم اسکندری بودیم تو خیابون وصال و یه گروهی از بندر اومده بودن موزیک بزنن و ما با همین برادرم و دوستای دیگه‌مون نشسته بودیم. بعد چند سال پیش گفتم ای که ما فکر می‌کردیم یه ملودی فلان جاییه که این که اینجوریه مال مینابه، این که اینجوریه. چقدر احتمالاً خیلی بچهای موزیک هم از حال سفری که این ملودی از کجا به کجا کرده خبر نداره. کاش اینا رو جمع می‌کردیم، بچهای موزیک جمع می‌شدن همدیگه رو می‌دیدن. اون موقع هم یک بوتیک هتل یه خونه اقامتگاهی داشت و هر از گاهی روش رویداد برگزار میکرد. از اون کافه شروع شد. ما که کارمون موسیقی نی، ولی خوبه که از حال هم با خبر باشن که یه ملودی چه سفری از کجا به کجا کرده، چه سرش اومده در کلمه و در ریتم. همین فکر خیلی فانتزی هم بود، خیلی ضرورتی هم انگار در زندگی نداشت، ولی مسئله‌مون قومی انسانی بود که ما این که سالها تو ختنه کنون، تو عروسی، تو عزا، تو فلان میخوندیمش، این مال اینا سایی اینجوری، پس اونا هم مثل ما میخندن، اینا مثل ما گریه میکنن، اون مثل ما تعجب میکنه. اینا رو هی به هم، خودت تو در آینه یکی دیگه ببین. این زانو به زانو نشستن این قوما روبرو هم دیگه برای شنیدن صداهایی که سالها و صدها سال تو کلشون بوده از کجا اومده، دلیل ای شد. چون که میدونی که ما اصلا کارمون موسیقی نیست، هیچ کارمون موسیقی نیست. رفتار انسانی موسیقی برام جالب بود. ولی موسیقی تو جنوب اصلا تنیده شده، یعنی بله، فرهنگ ولی اگر یکی میخواست این کارو بکنه ما آخرین کار بودیم برای این. یعنی ما اگر فقط میخواستیم صرف موسیقیش باشه، این میگم اون استارت اولی بود که تولد کوچه بود. حالا ما توی رادیو مقصد چون هر قسمتمون درباره شهریه، این قسمت که به ویژه در مورد بوشهر خب خیلی آدم‌های قصه گو داره. من خودم اولین بار اومدم بوشهر، یعنی یه مثالی رو شما زده بودین، خیلی هم فکر کنم توی فضای مجازی دست به دست شد که بوشهر میری خیلی شاید ساختمون بلند و عجیبی نبینی، یه میدون عجیب نبینی، آدم‌ها بعد چند روز که باهاشون معاشرت بکنی خودشو به تو نشون میدن. من فکر میکردم این شاید یه ذره جسارت برانگیز باشه، یه چیزی میگم، فکر میکردم که احسان عبدی‌پور
آدم متفاوتی از جنوبه و که هست، کما این که هست، ولی وقتی هر چقدر نزدیکتر شدم با آدمای بوشهر دیدم همه آدمای بوشهر انگار قصه دارن، همه آدمهای بوشهر انگار راوی یک سری از قصه هایی هستن که حالا احسان عبدیپور به عنوان یک چهره شاید متفاوت تر این قصه ها رو خیلی خوشگل تر، به قول یه راننده تاکسی دیشب ما رو داشت میبرد به کنسرت، گفت خیلی خوشمزه بیان میکنه. این خوشمزگی مردم جنوبه که حالا هم تنیده شده با موسیقی، هم تنیده شده با قصه گفتن. به نظر شما ریشه در چی داره؟ نمیدونم، چون آخه با فردش هم خیلی موافقت 100% ندارم که مثلا جنوب قصه گوترن، مثلا سنندج قصه گوتر نیست یا انزلی نیست، چون من نمیدونم این آماره از کجا میاد. میدونم که زمان هم لنز داره و یهو فوکوسش مثلا میفته رو مهاباد 8 سال 10 سال، یهو میره رو هرمز میاد. اینکه در عرض زمان فوکوس روی چیزیه نمیشه براش یه درازنای تاریخی برای ژنش یه تعریف دیگرگونه ای ساخت. فلذا میگم چون با فرضه هنوز تو زندگی موافقت خاصی ندارم دیگه، دلیل براش آوردنم از سمت من کار عبثیه. وقتی 50 سال باشه میشه در موردش حرف زد. 6 سال و 7 سال و 8 سال مثل یه رفتار روزنامه نگارانه است برای رفتارهای قومی. برهه‌ای حساب نمیشه، اینا برهه نیستن. پس صبر کنیم اگر یه استمرارهای نیم قرنی داشت وقت میگیم خب اینا اینجورین، حالا اینا اینجورین، اونا دوستن، اینا عاشقن، اونا حسودن، اینا نمیدونم. الان انو نشده. موافقم با حرفتون. یه چیز ویژه‌ای که حالا من در مورد کوچه باز دوباره برگردم به کوچه، بعد دوباره باز بیام توی در مورد بوشهر صحبت کنم. فستیوال کوچه الان بابت این آدم‌هایی که مثال زدم یه اتفاق شده، اتفاقی که مثلا دیروز ما در شب ادبیات نشسته بودیم. تو بودی ها؟ بله بودم. سمت چپ هم یک پیرمرد جنوبی کاملا کلاسیک جنوبی بود که با گوشی قدیمیش داشت از شعرهای مصطفی مستور تصویر میگرفت و سمت راست من یه مثلا پسری بود که معلوم بود احتمالاً از تهران اومده و اینا، با یه دوربین آخرین مدلش داشت تصویر میگرفت. این اتصال آدم ها به نظرم خیلی اتفاق عجیبیه که تو کوچه افتاده. شما در رأس ماجرا احتمالاً خیلی در رأس هم اصلاح کنم که نیستم، واقعا نیستم. در کوچه واقعا یک سر پهنی داره که چندین تا آدمن و مال هیچ کسی نیست و یکی از جذابیتاش برای من بی سود بی منفعت مادی بودنشه. این خیلی برام عزیزش میکنه، چون همین امسال هم یه حامی پیدا کردیم برای برگزاریش، ولی هر چی که از هر تعداد بلیت فروشی بمونه قرار اول مهر کیف و کتاب و لباس بخریم برای بچهای ندار بوشهر و یه تعداد زندونی جرم غیر عمد که اولاد دارن تو خونه، اینا رو بتونیم با این پولا آزاد کنیم. فلذا اینم بگم و رد بشم. من این سالها امین و با این اتفاقاتی که بر سر ایران میاد بلا جامعه شناسی اصلا کار به یک کلاهک حرم قدرت ندارم. بلا جامعه شناسی اینقدر کامنت گذار فوش دهنده بی ملاحظه ای شدیم که احساس می‌کنیم این سرزمین توش گسل ایجاد شده. نه گسل زمین شناسی، یا گسل مردم شناسی، گسل قوم شناسی. گسل زمین شناسی که از بیرون پیداست، درس داره، دانشکده داره، راه داره، فلان داره. گسل مردم شناسی الان میخوره، تو 15 سال بعد میبینیش. مثل اینی که الان چاکش باز شده باشه این زمین و اون کوچه ازشون فاصله افتاده باشه. من به طبیعت از طبیعت بافت مردمی ایران در هراسم و میترسم. من این زانو به زانو نشستن که اینجا داره رخ میده یکی از بزرگترین غایبان حال حاضر این سرزمین میدونم. بله واقعا. ما ببین در انتهای راست و اصولگرا اونا دارن به هم فحش میدن، در انتهای اصلاح طلبی، حالا به لحاظ محور سیاسیش فقط میگم، اینا دارن به هم فحش میدن. او اپوزیسیون خارج از کشور که اصلا از دست هم دیگه فارغ نمیشن که بتونن به داخل کشور چیزی بگن و یه چیزی به لحاظ فکری بیچاک و دهنی هیچ کی قبول نداره. همه برای میخوام دیسک کردن و استفاده نکنم، همه در راستای انکار همدیگه محتوا تولید میکنن. الان یه سری محتوا مولد محتوا در این فضای مجازی است که میذاره یکی بخونه، یکی یه کاری کنه و واقعا هم آدمای فاجعه‌ای نیستن اونها، اون خطاهای بزرگی نکردن، ولی میگردن با موچین تو اینا یه چیزی پیدا کنن و دیگه نقطه سفیدی باقی نذارن. یعنی اگه بخوای با گرای اونها بری، هیچ خواننده‌ای در ایران، هیچ آرتیستی، هیچ سیاستمداری، هیچ استاد دانشگاه پاکی باقی نمیمونه. چون میگردن رو همه چی با مرکب یه افشانه‌ای بزنن.
این غم انگیزه. این با کنش اجتماعی و کنش سیاسی داشتن فرق میکنه. اینکه تو میخوای همه چی رو پامال کنی، امکان التزاز و لذت دیگه از هیچی باقی نمونه، هیچی دیگه کیف نده، همه چی هسته باشه، تلخی باشه، پوست باشه، هیچ دیگه گوشت میوهش نمونه. الان توی سالها داریم سپری میکنیم و تمام تمنای ما از دور هم نشستن آدم‌ها تو بوشهر، تو تهران، تو اصفهان، هر جا که بشه بشینیم بی فوش، بشینیم با عشق به هم دیگه نگاه کنیم، رد بشیم از کنار هم بی دلیل لبخند بزنیم. حرفام سوپر انگیزشی و بی خودن، الان که دارم میگم حالم داره به هم میزنه، ولی اینقدر فرونشست کرده این زمین که به همین چیزای بی خود فعلا نیاز داریم. واقعا. یعنی اینقدر اوضاع خرابه که فعلا به داروهای بی خود نیاز داریم. بله واقعا میگم، یعنی همین اتفاق شما تصور کن، اون پیرمرد بوشهری که داره از شعر مصطفی مستور تصویر میگیره، به نظر من دقیقاً ما به همین نیاز داریم که آدم‌ها همدیگر رو بشنون، حرف‌هایی رو بشنون که تا الان نشنیدن، کمتر شنیدن. اون پیرمرد شاید در طول روتین زندگیش پی کارهایی باشه که همه آدم‌های مختلف هستن، ولی اینجا اومده یه خیلی واسه من عجیب بود. مردم هم بلند میشدن دست میزدن، اون پیرمرد بوشهری میگه آقا بشینیم ما بذاریم ببینیم حداقل چیکار داریم. من نمیدونستم یه چیز دیگه هم بگم که از یک کمی زرنگی آب میخوره، اینه که ما فکر کردیم و فکر میکنیم که فعلا موسیقی خیلی عامل تجمیعه، عامل جمع، یعنی موسیقی واقعا بهانه است. این آن چیزی که تو در سالن دیدی بله هدف و تارگت نهایی است. وگرنه همین موسیقیایی که بوشهرن که تو تهران به فاصله 3 هفته همشون رو استیج میرن، یعنی یه گوشه تهران اینا رو صحنه‌ان، یه گوشه رشت هم هستن اصفهان. آره شریفیان اونجا میتونه اینجا هم نمیتونه. آفرین. اونا هم اتفاقا به نظرم همینو فهمیدن که بریم 4 و 5 روز راه بریم تو کوچه بوشهر بغل دریا. ما اونا که وقتی برمیگردن به هم خبر میدن میگن ما یه 5 روزی 6 روزی رفتیم، بی عقده زندگی کردیم و بی قضاوت و کار به هم دیگه نداشتیم، بی تنش زندگی کردیم. من فکر کنم هیچ اتفاقی نمیفته. ما واقعا شرمساریم از همه چی آنچه که داره اجرا میشه. 10 چیزی که تو سرمونه نیست، 10 چشم اندازی که داشتیم، جاهایی که می‌خواستیم اصلا فراهم نشد. اما امیدمون به این که آدم‌ها بیرون بی عقده با هم راه برن، به هم لبخند بزنن، با هم خوش باشن. خیلی هم می‌بینم ما خیلی نقد هست، بلیت گیر ما نیامد. هی هم بهش میگم به قرآن این فستیوال موسیقی نیست. موسیقی کلک این فستیواله. به هم نگاه کردن هدفشه، با هم غذا خوردن، جلو پای هم دیگه پا شدن، به هم هیچ طعنه و کنایه نزدن، یکمی با دل خوش زندگی کردن، جدا شدن از همین فضای مجازی که افتادیم توش. و شاید به قول کمی من فکر کردم که این اتفاق در این خاک این سرزمین داره میفته. اینجا گفتم دیروز، گفتم قونیه که یه بار رفتم یه کاری خاکه بام کرد که با اون کلمات و بیتایی که خونده بودم نکرده بود و بعد به یه تصور فانتزی تو ذهنم رسیدم، به این تصور که مثل همه بقایای رادیواکتیو و اتمی که میبرن در یه جای دوری با یه شکل عجیبی دفنش میکنن در یه خاک، گویی که آدم هم تشعشعاتش از بین نمیره، اتفاقات هم تشعشعاتشون میمونه و ما هیچ وقت بعد مرگ به صفر بر نمیگردیم. آدمی هیچ وقت دیگه صفر نمیشه. انگار که تشعشعات مولانا در خاکش اونجا بر من اثر گذاشت. حالا اگه این فرض فانتزی رو مبنا قرار بدیم، میتونیم به گله جای زمین هم نسبتش بدیم. میگیم خب اینجا یه اکتیویتی داره، اونجا خاکش یه اکتیویتی داره. احساس میکنم در زیر زمین بوشهر سلام‌های زیادی که اکتیویتیش میزنه بالا و صدای سلام‌ها از پوست تن آدم‌ها رد میشه و رو حنجره‌شون تولید کلمه و بله اینم به عنوان تقدیرنامه بهتون میگن، تقدیرنامه شفاهی. البته دقیقاً همین چیزی که داشتیم میگفتین ما در فرودگاه داشتیم. اتفاقا پروازمون هم با آقای مستور و کاکاوند یکی بود. اومدیم توی پرواز و خیلی داشتن ازش میپرسن که آقا بلیط‌ها وضعیت اینجوری و اینا. بعد چند ردیف جلوتر ما توی پرواز یه خانومی برگشت از پشت سرش، گفتش که شما بلیط دارین؟ گفتش که نه. گفت خب پس برای چی دارین میرین؟ گفت شما بلیط دارین؟ اونم گفت نه. گفت شما برای چی داری میری؟ خب والا من دارم میرم با شهر حال کنم. مهم نیست دقیقاً که حالا بلیط دارم که برم مثلا کنسرت یا بلیط ندارم. اون اتمسفری که تو شهر اتفاق میفته، اون که همه آدم‌ها انگار آدم‌های محلی یک مهمان‌هایی دارن و اون مهمون‌ها رو بغل میکنن، دستشون رو میگیرن، میگن آقا مثلا اینجا بیا فلافل بخور، اونجا برو مثلا خیام خانی. این
بهانه دقیقاً دست همدیگه رو گرفتن توی زمانه‌ای که آدم‌ها شاید خیلی ساده بدون اینکه کنار دستی رو ببینن از کنار همدیگه رد میشن. اصلا یه هنگامه عجیبی امین شده، آدمایی که زنگ زدن، خونه در اختیار گذاشتن برای مهمونا و گروه، آدمی که ماشین، آدمی که بیا این چیزا رو من چاپ کنم پول نمیخوام، همین گلا الان دارم یهو چشم میفته. یکی گفته آقا گل برای اومده گفته گل برای جایی نمیخواین این روزا، حتما گل میخواین، خب تا گلاش ما بدم. به خدا با موانتش اومده اینجا وایساده گلا چیده. همین بچه‌ای که دارن این ویدیو این والا و اینها رو میذارن، همین اصلا یه چیزیه تو میگی که اینقدر مهربانی لای تو جیب مردم بود و امکان خرجش پیدا نمیشد. همین که امکان یعنی بستر خرج مهربانیه و مهرورزیه، هر چی فردا هم تعطیل بشه شیشیچ اصلا شروع هم نشه شیشیچ بردی آقا کنسلی دادن. همه هتل‌ها گفتن ما پول بدون پانیشمنت پس میدیم، اصلا هیچ چی نمیخواد، هیچ درصدی کسر نمیشه، هر کی هر چی رزرو کرده بیا پولش برداره، وقتی نمیخوای پولی نمیخوام. عجیب غریبه به نظرم، یعنی اصلا فکر میکنم آدم‌ها و حالا مردمی که داریم ازشون تعریف میکنیم نیاز به یه دعوتنامه دارن بابت، یعنی نیاز به آدم‌هایی نظیر شما و گروه کوچه، چون نمیخوایم شما رو در رأسش قرار بدیم، آدم‌هایی که نظیر شما هستن و میزبانان اون مهمانیه میشن. حالا بیا از اونورم نگاه کنیم، فکر کن اصلا من هیتلر قرار بود از کوچه حرف نزنیم با انبوهی اختیارات، تو یه ایده ای بیدی امکان اجراش در جامعه جعفر مخلصیم چی شد چه شد نمیبینی، هنوز نمیبینه، کی میخوای عمل کنی؟ نگاه کن امکان اجراش کی داره میکنه؟ 300,000 نفر مردم. تو هر چی ایده داشته باش، ایده کی میخواد اجراش کنه؟ ایدم که برای یه اتاق 3x4 نبوده، میخوام نه فقط مردم بوشه را، او آدمی که میادم آدم سبکبالیه که میاد. دقیقاً میبینی چقدر آدم اومده اینجا برای کار داوطلبانه جدی، اصلا مثل یه چیز جهادیه. دقیقاً انگاری که این بالقوگی در مردم ایران هست، هی به تعویق افتاده. فقط که بعد خاک ماکاش روش ورداره، این الفا و برگا زیرش چند میلیون گل سرخه. دقیقاً ولی فرصت گل بودگی ازشون گرفته شده زیر آوار خبرها، فراز و نشیب‌های سیاسی اقتصادی. این خودش داره شکوفا میشه. تو هیچ این دارم با ایمان عجیب غریب کاملم میگم ما کفشه رو شما فقط واکس میزنی. آره اصلا من یه بسته جابجا کنیم، بسته بین، یعنی فرستنده و گیرنده در قلب ها وجود داره، فقط تو یه سیمی میذاری که این دکله از لای این بری، میفهمی چه میگم؟ فرستنده و گیرندش وجود داره. دقیقاً تو بی که یک اختلاف ولتاژی باشه 1000 متر کابل هم بچین، چه الکترونی میخواد توش جابجا بشه. واقعا خوش اومدید. من بابا اسمم حیدره، بچه بوشهرم، جای دنج آرومیه. ما اینجا میگه این بلالی، بر عالی یا سدندون منطقه آرومیه. ما بوشهرها بهش عادت کردیم. من حدوداً 40 سال رو آب کار میکنم، 75 سالمه. آب بادونه داریم دیگه، ادوار رو جمع کردیم. استوک‌پره من شنیدم میگه تو کتابش میگه قشنگ‌ترین غروب در جنوب غرب ایران شهری به نام ابوشهر دیدم. غروب خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. البته به صفا و محبت مهمونامون نمیشه، ولی همینه که داریم. تو خط آباد وقت نبودم، همیشه تو خط نقاشی بودم، پاستل کار میکنم، حالا هم پاستل کار میکنم. هر کسی هنری انتخاب کرده. گذشته همون که بد نیست، آینده اونم هر چی میگیریم از مهمانامون میگیریم. فکر میکنم از هر مهمانی یک کلمه رو گرفته باشم یه جمله کاملی رو باید تحویل بدم. مسافر ایام عید صرفاً به عنوان مسافر میان، ولی ایام فستیوال یا هنرمندن یا هنردوست. این دوتا که با هم ترکیب بشه فضای شهر تغییر میدن، ما هم حال هوامو تغییر میکنه. شما اگه متوجه شده باشی بیشتر آهنگای ما امروز رو خیامه. اصلا خیام خونی تو خون ما شده. خیام یه نشابوریه، باید مال اونا باشه، ولی ما تو خونمون جا گرفته. امیدوارم شما هم یکی به روزی کنار ما هستین، از این آب، از این خاک، از این فستیوال لذت کامل برده باشین، همینطور که ما داریم میده. زنده موندن ما کامل به زنده بودنه. زنده بودن با همه چیزه، سرمنشی همش حیاتن که با آهنگن و
نوا امیدوارم بمونه. 1 2 3 خب پیدو هدایتی سلام علیکم. دم شما گرم که اومدین این قسمت رادیو مقصد. شما خوش اومدید. چاکریم. بله واقعا اولین باره که اومدم بوشهر، شهر شما، استان شما و خیلی حال میده. ولی خوب سری هم رنگ گرفتی و جدی آره رنگ هم دیگه میشه خوب. اتفاقا قشنگه اینجوری پوستمون خوشگل ترنده الان. آره دیگه والله الان هم موسیقی جنوبی هم ترنده. بذار اصلا اینجوری شروع کنیم که ما ترند بودیم نه بابا آخه چند سال قبول نداری بیشتر ترند شده. چرا شوخی می‌کنم؟ چرا خیلی آره یعنی دلیلش به نظر چیه؟ چون سوالا رو گذاشته بودم بعداً بپرسم الان که یهو بحث اون رفت اونور. ببین بوشهر که همیشه حالا جنوب در واقع نگم بوشهر، یعنی مثلا از خوزستان بوشهر هرمزگان همیشه چیز بوده، یعنی همیشه داشتن موزیکو کار میکردن، حتی تو هرمزگان بیشتر، تو خوزستان همینطور، توی بوشهر همینطور داشتن کار میکردن. ولی خب یهو پیشرفت رسانه، پیشرفت صفحات مجازی اینم خیلی کمک کرده دیگه. یهو انگار آدم همونطوری که جنبه همونطور که گردشگری توسعه پیدا کرده، اماکن گردشگری توسعه پیدا کرده، خب موسیقی هم مستثنا نبوده دیگه. دقیقاً درست میگین. فکر کنم نسل جدید خواننده‌هایی که کار کردن، یعنی گروه‌های مختلفی مثل خودت، یعنی گروه سیریا، حالا کسای دیگه که به شکل خاص روی موسیقی جنوب متمرکز بودن، هم خیلی تاثیرگذار بودن که این موسیقی یه جور دیگه‌ای هم شنیده بشه. چون به قول تو موسیقیه که یه موسیقی اصیلیه که همیشه بوده، ولی الان فکر می‌کنم یکم بیشتر اقبال ازش داره میشه. خب این به نظر من حالا آدم‌های این شکلی که داریم کار می‌کنیم، حالا سیریا، من، سونگار، حالا چون صحبت در مورد بوشهر نمیرم مثلا سراغ هرمزگان، چون هرمزگان هم خیلی معتقدم خیلی موسیقی غنی داره. گروه‌های مثل داماهی یا جالبوتو یا بقیه بچه‌ها که دارن کار می‌کنن که اصلا خیلی حرف دارن برای گفتن و پیشروان اصلا. به همین خاطر برمیگردم سمت همین بوشهر. به نظرم اینا محصول فرهنگ غنی این منطقه خودشونن. در عین حال ایده هایی که میگرفتن همیشه یا داریم میگیریم در واقع به واسطه شنیدن و دیدن، به واسطه در واقع چی میگن رسانه، مولتی مدیا یا هر چیزی که داره ما رو به جهان پیرامونمون بیشتر وصل میکنه. داریم میبینیم که داره تو کشور دیگه چه اتفاقی میفته، تو شهرهای دیگه داره چه اتفاقی میفته و اینا خب طبیعتا بی تاثیر نیست. دقیقاً. واکنش فکر کنم حرفتو که قطعا کم اگه واکنش آدم ها هم به موسیقی جنوبی یه کمی متفاوت. یعنی الان از همین اتفاقی که توی فستیوال کوچه داره میفته و این حجم زیاد آدم هایی که اومده و اصلا یه عده‌ای میگم ما تو پرواز که داشتیم میومدیم اینجوری بودن که آقا بلیت نداریم ولی داریم میریم که حال و هوای شهر رو تو اون مدتی که فستیوال داره برگزار میشه تجربه کنیم. و فکر میکنم خودت که داری از نزدیک اینو لمس میکنی، حالا با آدم‌هایی که میان کنسرتت یا آدم‌هایی که میبینی توی شهر این ایام، این واکنش به موسیقی جنوبی و حالا فستیوال کوچه به شکل خاص، چون الان تایمش هستیم و تو هم یه فکر کنم چند ساعت دیگه کنسرت شروع میشه، این برات چطوری بوده؟ یعنی آدم‌هایی که باشون مواجه میشی مخصوصا تو این تایم فستیوال کوچه، واکنششون به این فستیوال چیه؟ چون میدونم امسال یه ذره متفاوت‌تر از همیشه هم بوده. آره امسال یه ذره پیچیده شد ماجرا. حالا نقدهای زیادی هم بهش بود که حالا اگه لازم شد واردش میشیم. یه چیزی که هست در مورد جنوب، ما وقتی برمیگردیم کل تاریخ هم که نگاه میکنیم انگار همیشه تمدن‌ها کنار آب‌ها شکل گرفتن دیگه. آره. ما توی ایران خب خیلی شهرهای کنار آب زیاد داریم و اصولاً زندگی یک شور و یک هیجان و یک گرمای بیشتری داره انگاری کنار آب. و مردم بوشهر هم به واسطه اون عقبه تاریخی که دارن، رفت و آمدهاشون، سفرهاشون، همواره انگار یک کریدور خیلی جدی بوده برای ورود چیزهای جدیدتری، برای ورود صنعت، ورود تفریح، اینترتینمنت، شغلهای فصلی که داشتن باعث شده دور همیهاشون گرمتر بشه و انگاری رسوخ کرده زیر پوست شهر و همیشه در جریانه. آدم‌ها وقتی میان اولین چیزی که باش مواجه میشن خونگرمی و بیال به قول خودمون خیلی باحالی آدم‌هاست که آدم‌ها رو به هم وصل می‌کنه. یا به قول احسان عبدی‌پور میگه بوشهر چی میگفت؟ احسان میگه بوشهر برج میلاد نداره. آره واقعا آدمای خیلی سیاسپول نداره، ولی شما تو بوشهر آدمایی می‌بینی به قول احسان از برج میلاد بلندتر، از سیاسپول وسیع‌تر و قدیمی‌تر. و به نظرم این خیلی عیانه و آدم‌ها وقتی میان بوشهر خیلی مستقیم با این مواجه میشن و خیلی جالبه. خودم هم حتی وقتی میرم یه بعد یه مدتی این نیستم که دلم تنگ میشه، اگه برمیگردم هم سریع یادم میاد میگم بابا اصلا اینجا یه جای دیگه است. خیلی فرق. روزای خوشو بالا بذاری وقتی که دلا اور و بادن صادر بکنی نفتی بالا
برگردیم به موسیقی خودت. تو خودت تأثیری که از موسیقی جنوب گرفتی و بعد در کارت گذاشته چی بوده؟ یعنی اینو اصلا ببین اون دوره‌ای که مثلا تو دهه 70 اون دوره‌ای که حالا ما میتونستیم تأثیر بپذیریم، اینقدر جو موسیقی جنوبی بولد نبود، حتی بین خانواده ها. مثلا من یادمه دیگه، مثلا تو خانواده خودمون خب میخوندن، صدای باحالی هم داشتن. آره ضرب و تمپو و نی همبونه هم بود در مراسم مختلف. داییم هم نی همبونه میزد، میساخت، کار میکرد. ولی به اون شکل موسیقی جنوب انقدر انگاری رواج نداشت. و مثلا حقیقتا چیزی که من باش در موسیقی مواجه شدم هایده بوده، معین بوده، ابی بوده که شاید اصلا ربطی به کار خودت هم. آره مثلا دیگه خیلی خوب، خیلی باحال بوده، سیاوش قمیشی بوده. از این جهت دارم این اسمای لس آنجلسی رو میگم، به خاطر اینکه اون موقع اصلا چیزی از تهران به ما نمیرسید. هر چی میرسید از طرف این ور آب بود که وارد میشد و ما گوش میکردیم. ولی اونجایی مثلا اون تاثیرپذیری من شروع شد که رفتم تهران، دور شدم از منطقه خودم، دور شدم از اقلیم و جغرافیای خودم و بعد یک احساس بی‌هویتی داشتم و فکر می‌کردم آقا من باید به یه چیزی وصل شم. چرا من بگم کیم اینجا، کجا اومدم؟ حالا بگم من ایرانیم که خیلی کلیه. اون آقای کرد هم ایرانیه، خانم بلوچ هم ایرانیه، خراسان، شمال هممون ایرانیم. ولی انگاری که اون شاخصه خودم رو گم کرده بودم. من نبودم من تنها، منظورم نیست. توی تهران این خیلی بر من نمود پیدا کرد و به نظر من یک تاریخ شرمندگی زندگی من این بخشش برای خیلیامون. ولی مهمتر از همه این بود که این تلنگر خوبی بود. حالا هم میگم تاریخ شرمندگی بود، همین که گفتم آقا برگردیم به خودمون دیگه. اصلا من وقتی که از جنوب رفتم و در تهران ساکن شدم شیفته جنوب شدم. شیفته زادگاه هم شدم. و تازه شروع کردم مثلا فکر کنم 18 19 20 سالم بود که شروع کردم یه بازشناسی جنوب ایران. خب زندگی برام یک چیز اینجا اون چیز، اون نگاه توریستی که ما بیرون به الان همه چی باحاله و کوله، خیلی زندگی سخت بود. بله. مثلا من برق اومد یادمه. من میگم متولد 69 ام. بله. وقتی برق داشت میومد برای روستای ما، من یادمه. این توی سنی بودم که یادمه ما گفتن آقا برین هر کس، هر خانواده با جلوی خونه خودش گود بزنه، تیر برق بکارن توش دیگه. سال 85 گاز کشی شد. آره. خب تو وقتی که همچین شرایط فقر این شکلی داری زندگی میکنی، وقت نمیکنی به فرهنگ فکر کنی، نه خودت نه خانواده‌ت دارن تربیتت میکنن. ولی خدا رو شکر خیلی زود انگاری برگشتیم. آره. زود برگشتیم به خودمون. حالا این مدل برگشت به فرهنگ و تاثیرپذیریش توی موسیقی یه جای انقدر شدید بوده که بی فکر هم بوده. گاهی وقتا من فکر می‌کنم که یه جای اشتباهه. حتی خود من توی یک سری آثاری تولید کردم و پخش کردم که الان بهش فکر می‌کنم ترجیح میدم مثلا یک اصلاحاتی انجام بدم و در ادامه سعی کنم بیشتر پایبند باشم به ساختار اصلی موسیقی. این منظورم این نیست که دگم شم و ببندم فضا رو، اجازه توسعه و دیولپ یا دیباگ کردن پروژه‌مو نداشته باشم. نه، منظورم اینه که میشه اصولی تر، مثل یک مرمت یک بنای تاریخیه و باید در راستای آسیب نزدن به اون بنا رو مرمت کنی دیگه. و به نظرم باید یه ذره بیشتر، حداقل خودم و همکارام و دوستامون که داریم کار میکنیم، بیشتر روی این موضوع مطالعه کنیم، سوادمون بیشتر کنیم، بتونیم اون شالوده اصلی رو حفظ کنیم. متوجهم. توی فستیوال کوچه اولین بار بود گفتی که اجرا کردی. دیشب در کشتی و در ساحل در واقع خلیج فارس. خیلی به نظرم اتفاق عجیب غریبی برای تویی که همراه گروه خفنت داشتین اجرا می‌کردی و حس فکر کنم جذاب‌تر عاطفیش هم حضور پدر مادرت بودن. آره که گفتی یه ذره در مورد اونم صحبت کن. آره ببین، ما پارسال نتونستیم اجرا کنیم، حالا به واسطه، حالا نمیدونم بگم ملاحظات امنیتی، نمیدونم چی بگم بابتش. من پارسال تو کوچه کالچر تو دبی اجرا داشتیم، همینطوری روی لنج کشتی بود، خلیج فارس هم بود و واقعا همه دلم اینجوری بود که من دلم میخواد برم ساحل شمالی که باشه بوشهر. من خب فکر نمی‌کردم بعد فیکس دقیقاً بعد یک سال انجام بشه، چون فکر کنم اردیبهشت پارسال بودیم اگه اشتباه نکنم. همین موقع بود کوچه کالچر تو دبی بودیم و خب مثلا یا امسال اینجا اجرا شد. متفاوت بود. هر چی بگم چقدر خوشحال کننده است کمه. این حضور مردم دور هم دیگه، حضور آدم‌ها و امید رو انگاری سرایت میده دور هم جمع شدن. بعد اون انرژی که به تو برمیگشت توی
کشتی اصلا یه چیز غریبی بود. یعنی این همراهی که آدما داشتن واقعا میدیدی شگفت انگیز. حالا برای خود من یه مثال بزنم، ما در برنامه پیشگو تو افتخار دادی حضور داشتی، آهنگ قطار خالی رو اونجا من اولین بار شنیدم و یادمه که ما توی بک استیج برنامه رضا بهاروند و خیلی دوستای دیگه‌مون، نیک یوسفی و بقیه دوستایی که داشتیم اونجا، آهنگ رو تازه داشتیم گوش میدادیم و انقدر یهو تاثیرگذار شد واسمون که گفتیم چقدر مثلا کار اشتباهی کردیم که ما دنبال نکردیم این موسیقی رو و هیدو رو و چقدر بعد از اون یهو با سرعت خیلی خوبی فکر میکنم کارهای خفن هی پشت هم و همیشه هم کارات یه جوری بوده که مردم استقبال خفنی ازش کردن. کلی کنسرت هم اون سمت دنیا گذاشتی، حالا کشورهای مختلفی که حالا دونه دونه اسم نمیبریم، ولی واکنش آدم ها اونجا چطوره؟ چون حالا مسلما همه ایرانیایی که میان کنسرتت اهل جنوب که نیستن و بخش زیادشون ایرانی های مختلفی هن، حالا شاید حتی ایرانی هم نباشن و میان کنسرتت. واکنش اونا به موسیقی چطوریه و اصلا چه حس و حالی داره اجرا کردن اون سمت دنیا با اجرا کردن حالا جایی که در شهر خودته؟ میدونم متفاوته خیلی. آره خیلی متفاوته شاید، ولی تفاوت اصلیش برای من اون ساختار فنی بیشتر. یعنی اون چیزی که خیلی به چشم میاد زیر ساخت هایی، آره زیر ساخت، برنامه‌ریزی، دیسیپلین کاری، سالن، اکویپمنتیه که دارن استفاده میکنن و بیشتر از همه دلتنگیه که یهویی تو آدمای اون ور میبینم. این خیلی غم انگیزیه. ولی هر بار که میرم یه کنسرتی دارم توی یه کشوری، توی یه شهری از دنیا، یه جایی آدم‌ها رو میبینم، همش دلم میخواد که آقا این حالی که اینجا دارن، هر کی راحت میاد راحت میره، هر جوری که میخواد باشه. بیشتر یعنی تنها چیزی که به چشم میاد از طرف خودم، حالا اینکه چی در مغز اونا، در ذهن اونا میگذره خیلی نمیتونم بهش بپردازم، به خاطری که ما رو استیجمون هم نشستن، بک استیج هم کسی نمیاد و خیلی معاشرتی هم که نمیتونم داشته باشم. ولی چیزی که از روی استیج میبینم و اون چیزی که بر خودم دریافت میشه، دلم میخواد آدمام تو ایران بتونن همینقدر راحت بیان کنسرت رو برن بی دردسر. و واقعا به نظرم یه ذره معنی امنیت متفاوت میشه، چون امنیت اینجا شکل میگیره. متوجهم. باید بذاریم تو مغز آدم‌ها امنیت شکل بگیره. واقعا چقدرم درسته این حرف. آره. جنس موسیقی هم حالا کم کم ببندیم گفتگو رو که بری تو به اجرا و اون گروه خفنی که دارن آماده میشن، خیلی هم همشون درجه یکم واقعا. جنس موسیقی هم که داری، حالا هم تو هم موسیقی جنوب این ویژگی رو داره، یه حزنی، یه غمی در کنار یک حس شاید بعضی وقتا سرخوشی. این توصیف کردنش، شاید فعلشو پیدا کردن خیلی ساده نباشه، نمیدونم تو فعلشو میتونی راحت پیدا کنی یا نه، ولی این از کجا میاد؟ یعنی در این حال که تو پا شدی و دارید مثلا شاید دستی میچرخونی، همزمان ممکنه یه قطره اشک هم بریزی و این خیلی به نظرم کار عجیبیه که این موسیقی با آدم میکنه. این به نظرم ویژگی موسیقی ایرانی به نظرم. همه سبک‌ها نه، حالا بخوام حالا نمیخوام خیلی اسطوره‌ایش کنم و خیلی برگردیم عقب بخوایم خیلی چیزش کنیم، کلا انگاری که توی یه چیزی فرو رفتیم، توی غمی فرو رفتیم هممون. آره. و خیلی هم دست خودمون نیست. و من خودم خیلی علاقه ندارم واقعا به غمگین خوندن. خیلی وقتا کار میسازم بعدش به خودم میبینم بابا چه اینقدر غمگین شد این، اصلا من اصلا نمیخواستم اینو تولید کنم. واقعا خیلیش ناخودآگاهه و اوایل خیلی سعی میکردم راجبش فکر کنم، راجبش حرف بزنم، راجبش کنکاش کنم، ولی دیگه خسته شدم از هی ور رفتن با یه چیزی که بخوام معنا و فلسفه و دلیل و برهان پشتش رو پیدا کنم. یه ذره الان دیگه دلم میخواد بیشتر زندگی کنم، هر چی شد. فقط مطمئنم که هر موسیقی یا هر اثر هنری که از هر آرتیستی در میاد ریشه توی واقعیت زندگیش داره، تو زیستش داره واقعا، کودکی و تجربیاتش احتمالاً. حالا خیلی هاشون میتونن اصلا ریشه توی یک اتفاق خیلی مقطعی داشته باشن، چون برهه زندگی ما دهه به دهه داره تغییر میکنه، 5 سال داره تغییر میکنه، به خصوص تو کشور ما که داره اینقدر اتفاق عجیب. همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم چند ساعت پیش توی هرمزگان بله. یه انفجاری اتفاق افتاده و من حالم بده، میگم الان برم رو استیج چیکار کنم؟ بله. خب من چه جوری میتونم رو استیج الان شاد باشم؟ بله.
خیلی حس بدیه. احساسات متناقض همیشه آره همراه یعنی ما انگاری که این اجازه نمیده ما بتونیم تو یک شاید هم زندگی همینه. آره ما به شکل دیگه شاید حداقل عادت نکردیم تا حالا. آخرین سوالم ازت بپرسم در مورد بوشهر به شکل خاص. از احسانم پرسیدم، گفتم اگر بخوای به یه آدمی که هیچ تصوری از بوشهر نداره و اصلا تا حالا بوشهر نیومده، بوشهر رو توضیح بدی که چرا باید بیاد بوشهر رو ببینه، مردمش رو ببینه، حالا تو این شهر باشه، چی میگی؟ چطور توصیف میکنی این شهر رو یا استانو حتی، چون خودت هم اهل جمعی؟ ببین تو بوشهر هیچ وقت بی کس نیستی، هیچ وقت غریب نیستی تو بوشهر. این خیلی مهمه، این که تو احساس غربت نکنی. خیلی مهمه. آره یعنی چون من خودم یه تایمی غربت رو تجربه کردم، اینو خیلی با جون و دل میفهمم که چقدر چیز سختیه و تو بوشهر امکان نداره تو لنگ چیزی بمونی. اگه وجود داشته باشه اون در بوشهر، پس تو هم داریش. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی هم قشنگ بود واقعا توصیفی کردی، دمت گرم. ما در پادکستمون نمونه حالا صوتی که می‌خوایم بذاریم، این بخش رو با یه موسیقی که خودت بگی ادامه میدیم. حالا میتونه موسیقی خودت باشه، میتونه یه موسیقی بگی که ما برای ادامه این بخشمون بذاریم. الان بگم؟ آره. این قطعه‌ای داره داریوش آذر، یه شعری از حافظ میخونه، اسم ترک رو یادم نیست الان. اگه یادت نیست میتونی برام بفرستی، من میذارمش. آره خیلی یه شعر حافظ میخونه. آره بذار اسمشو نگاه میکنم. آره دارم رو سانکلودم دارمش، اونو بهت میگم. از داریوش من خیلی دوست دارم کار داریوش آذر. دمت گرم واقعا هیدو، مرسی. امیدوارم که همیشه موفق باشی مثل همین الان که تا هر لحظه که ما میبینیمت واقعا موفق‌تر، ترک‌های درجه 1 و امیدوارم که اجرای امروزتون هم خیلی خفن باشه. واقعا فکر می‌کنم کوچه فستیوال زنده موندنش یه بخش زیادیش شماهایی که دارید در واقع به دوش میکشید بحث فرهنگی بوشهر رو، مردم واقعا. آره تعداد زیادی از آدما و فکر می‌کنم دیگه الان کوچه فستیوال مال مردم شده دیگه. یعنی و چیزی از اولش هم خودشون بودن، ادامه‌اش هم چیزی هم که مال مردمه به نظرم از بین نمیره. یعنی هر چقدر آدما زور بزنن همیشه میمونه، قوی‌تر میشه، یعنی با هر ضربه‌ای که می‌خوره. دمت گرم هیدو، مرسی از شما، خوش اومدین. خوش بگذره، خیلی خوش می‌گذره. فدات شم، قربونت. جان که شود کار دل بکن نشد، بسوختیم در این آرزوی خام نشد. فغان که در طلب گنجنامه مقصود، شدم خراب جهانی ز غم تمام نشد. اما بندرعباس فستیوال را به صحنه عزا تبدیل کرد و 4مین فستیوال کوچه نقطه پایانش فرا رسید. بوشهر مهمانان را بدرقه کرد تا شاید زمان دیگر باز هم کنار هم بخوانیم، بشنویم و یادمان باشد می شود به بهانه‌ها سفر کرد. به بوشهر و مردمش، به بوشهر و موسیقیش، به بوشهر که آدابدان شادی و عزاست. بوشهر عزیز، خاکت گرم و دلت خوش باد.